رفتار جالب عاشقانه لیلا خان با جاوید شریف و قهر همسر جاوید شریف. دلیل سرودن آهنگ‌های دوگانه جاوید شریف با لیلا خان چی بوده است؟ اشتباه هنری جاوید شریف که اصلا قابل باور نیست. لیلا خان هنرمند پاکستانی چی رابطه با جاوید شریف داشته است و دلیل قهر شدن همسر جاوید شریف چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. جاوید شریف هنرمند عاشقانه خوان کشور، یکی از صداهای سریلا ماندگار و ناماشنا در هنر موسیقی افغانستان بوده است. جاوید شریف کارهای هنریش را از مامای بزرگوارش حبیب شریف آموخته است و تخلص هنریش را هم شریف انتخاب کرد. جاوید شریف در سن نوجوانی با برادرش به اوکراین رفت و از اوکراین به کشور آلمان. جاوید شریف در جرمنی ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. وی به کارهای هنریش همیشه ادامه داده است، اما سال آهنگ عاشقانه در 14 فوریه روز عاشقان نشر می کند. جاوید شریف جدیداً آهنگ‌های دوگانه‌اش را به مناسبت عید سعید فطر با لیلا خان هنرمند پاکستانی سرود. این اشتباه هنری جاوید شریف قابل قبول نبوده است و این آهنگ‌ها از طرف مردم و ملت افغانستان انتخاب نشد. لیلا خان دوست دارد با تمامی هنرمندان افغان آهنگ بسراید. آهنگ‌های لیلا خان با علی انصاری و زهرا الهام مورد حمایت و تشویق خوب مردم افغانستان قرار گرفت. ولی هر هنرمند خودش می‌داند و تصمیمات هنریش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه ذات العزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران جاوید شریف و لیلا خان به اشتراک بگذارید. صحت و سلامت برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.